به قرمی رواش امروز دوستای عزیز جور کردم، جایکتان خالص به حد عالی و خوشمزه است. حتما طرز تهیه آسان و خوشمزه رواش که موسم است و موسمش است شما جور کنین که ببینین چقدر به سادگی قرمی مزه‌دار شما جور کرده میتونین. من طرز تهیه رو براتون میگم همیشه همراه دیتیل. برای این طرز تهیه ما 3 عدد پیاز ضرورت داریم. 3 عدد پیاز شما به این شکل خرد خرد ریزه کنین، یا همراه چاقو یا همراه ماشین اگر قابل دسترس است شما میدیش کرده میتونین و خرد خرد ریزه کنین و بعد که ریزه کردین شما را آماده بگذارین و برین گوشت بشوین که گوشت تقریبا 1 کیلو گرفتیم. 3 عدد پیاز بود، 1 کیلو گوشت است و 1 پاکت رواش که ایره نامشون بر شما در اینجا نشان میتم. شما ایره از هر مغازه میتونین بخرین و نیم کیلو یا 500 گرم که 3 عدد رواش است ما ایره استفاده کردیم و بعدا ما رو پست میکنم. پیاز آماده شده و برازی 1 قاشق یا 2 قاشق غذاخوری نمک مطابق میلتان، 1 قاشق غذاخوری یا 1 کیوب سیر میده شده، 3 عدد یا 4 عدد مرچ تازه، 2 قاشق گشنیز خشک شما به اضافه میکنین، 1 قاشق هم پاپریکا که نمک همیشه هم نظر به ضرورتان اضافه کنین. روغن تقریبا نیم پیاله شما یا بیشتر میخواین میتونین اضافه کنین. او رو بمانین که همراه پیاز خوب کمک کمرنگ گلابی شوه. تقریبا 5 یا 6 دقیقه نظر به حرارت شماست که چقدر حرارت داشتان است شما او رو بگذارین تا کمک کمرنگه گلابی میشه. حالا من میرم روش ها رو پست میکنم. ببینین به یا ثانی از یک گوشه یکش بگیرین و به یک طرف کش کنین. رواش به یا سادگی پست میشه همش. این کار آماده میگذاریم و همیشه به این شکل مثل دو این چوار توتا میکنیم و با زیر پاک میشویم و آماده میگذاریم برای بعدن تا که گوشت ما سرخ شوه پخته شوه و صرف این توتا میکنیم آماده میگذاریم. به این شکل شما میتونید توتا کنین، در آب بگذارینشه یا اوکش کنین تیار بمانینشه و آله میده 6 تا آماده ماندم. در این حال پیاز کم کم گلابی میشه. باید حرارتش بالا بگذارین که زود پیاز سرخ شوه. حرارت داشت کمک ضعیف بود، آهسته آهسته سرخ میشه و اینجا مرچ تازه گشنیز تازه رو ما میده کردیم. همه مساله رو ببینین ما باز براتون نشون میدم. گشنیز خشک است، 1 قاشق چایخوری پاپریکا است و یک کمک گشنیز تازه است. رواشام شسته شده آماده گذاشته شده و حالا گوشت شستیم و آبش دور ریختیم. بالای زی پیازی که کم رنگ گلابی شده ما اضافه میکنیم و این خوب میگذاریم که بر مدت 5 دقیقه یا 8 دقیقه بازم به حرارت شما مربوط است که حرارت بالاست. این بگذارین که خوب امروز پیاز سرخ شوه و شما مساله را به اضافه کنین که مساله امروز یک جا اضافه شوه، نمک هم اضافه شوه و این خوشبویی مساله بوی پیاز و سیره بگیره. ما حالا سیر، نمک، پاپریکا و 2 قاشق غذاخوری که گشنیز خشک است به اضافه میکنم و همچنان پاپریکا را که 1 قاشق چای خوری، نمک 1 قاشق غذاخوری اول اضافه کنین، اگه دیدین ضرورت بود باز کم اضافه کنین و سیر هم به این شکل کیوب سیر میده شده است من اضافه میکنم و مرچ 2-3 عدد شما نظر به چقدر تون میخواین به اضافه کنین و خوب بر مدت 5 تا 8 دقیقه یا 10 دقیقه بر میگیره. شما رو سرخ کنین کمک سر روغن آمد بالای زو 1 لیتر یا کمتر از 1 لیتر شما آب جوش اضافه کنین که آب جوش اضافه کنین و بعد از او شما رو بخار بتین. یعنی آب جوش به این ما اضافه میکنیم و بعد از اون ما رو بخار میتیم که هم مساله یا به اضافه شده. ببینید میره رو بخار میتم سرش بسته کردم تا که بخار بگیره. تقریبا 15 الی 20 دقیقه شما گوشت هم میگذارین با وجود که 1 لیتر یا کمتر از 1 لیتر آب جوش اضافه کردین شما رو بگذارین که این خوب بخار بگیره. بعد که بخار گرفت سرش واز میکنین. ببینین او خود کمک خوش کرده و به این رو به بونجور میره که دیگه یک شبر شما نشان میتم. شما میتونین به اضافه کنین که امی آسان ترین طریقه است. شما با آسانی میتونین جور کنین. اگر بونجورمی تازه هم داشتین شما میتونین اضافه کنین یعنی بازی رو به اضافه نکنین. در 1 قاشق برگ میتی غذاخوری یا چایخوری شما اضافه کنین نظر به ضرورتتان. نیم پیاله اضافه کنین و همچنان 1 قاشق چایخوری زردچوبه.
ایره بر مدت یک 5 دقیقه دیگه میگذاریم تا آب خود خوش کنه، سر روغن بیایه و گوشت هم نرم باشه. ما بعد از این سر روغن آمد ما رواش اضافه میکنیم. رواش متوجه باشین که رواش زود نرم میشه. سرش اگه سرپوش میگذارین 1-2 دقیقه یک سرپوش بگذارین. اگر نه بر مدت 5 یا کمک بیشتر اگه جوش میتین خود رواش ببینین که زود خود نرم میکنه. این قرمه خوشمزه آماده میشه و شما میتونین در پلوی از که کارا رو میکنین در اون طرف شما چلاوتان هم دم کنین، امروی چلاو بخورین، امروی نان خوش بخورین، مربوط شماست. ولی با امروی چلاو روش چلاو بسیار مزه‌دار میه. کمک گشنیز تازه من بالای از اضافه کردم. برگ هلبر هم یادتون باشه که اضافه کردم. برگ هلبر یا خوشبوی خاص برازی میده. دیگه مساله چیزا اگه خودتون مندازین میتونین اضافه کنین، ولی ما امی ساده مساله که دیگه میخوایم مزه اصلی گوشت و رواش باشه ما به اضافه کردم. ببینین چه قرمه لوافدار خوبش آمده و آماده است. شما میتونین که نوش جان کنین دوستای عزیز. این قرمه آماده است و موسم رواش هم است. برین یک پاکتک بخرین، امروی گوشت اضافه کنین و نوش جانتان همراه چلاو یا نان خشک شما قرمه مزه‌دار نوش جان کنین و بازی بر من کامنت بدین که چطور بود. در اگه امتحان کردین خوشتان آمد بر من حتما در کامنت ها بگوین. امید است که در خوشتان بیایه. ببینین امروز چلاو مجور کردیم. نوش جان شما و ما.